همه پروژه ها بودجه هوندای اصلی رو ندارن. همه پروژه هم بدون ویبره نمیتونن بمونن. اینجا دقیقاً همون جاییه که آدم دنبال یه انتخاب معقول میگرده، نه لوکس باشه نه دردسر. اگر پروژهتون کوچیکه و مصرف ویبراتون دائمی نیست، این میتونه گزینه خوبی باشه که نه پول بیشتری بابت دستگاه بدی و از اون طرف هم کارت لنگ نمونه. این مدل طرح هونداه که به شما 7 اسب خروجی میده و مناسب شلنگ های 1 اینچ، 1.5 اینچ، 2 اینچ و 2.5 اینچه توی متراژ های 6 متر و 9 متره. موتور ویبره طرح هوندا تشکیل شده از موتور، فلنج، دو شاخه و خود شاسیه. نحوه راه انداختن این موتور به صورت دستی یا همون هندلیه. موتورهای طرح هوندا یه ویژگی خوبی که دارن، سنسور قطع کن روغن دارن. یعنی روغنتون از یه حدی که پایین تر بیاد دستگاه خاموش میشه و قطع میکنه و اجازه نمیده که دستگاهتون شاتون بزنه. سوخت این دستگاه بنزینیه. حجم باکش 3.6 لیتره. تو هر ساعت هم بین 1 تا 1.5 لیتر مصرف بنزینشه، بسته به میزان گازیه که شما به دستگاه میدین. شاید براتون سوال پیش بیاد آقا چه شلنگ ویبره به این دستگاه میخوره؟ تنها شلنگ ویبره که مناسب شلنگ ویبره مکانیکیه، نه بادی به این میخوره نه شلنگ ویبره های برقی یا همون های فرکانس. این دستگاه مناسب چه افرادی نیست؟ افرادی که پروژه های سنگین دارن یا ساعت کار بتونریزیشون بالای 6 ساعته یا اینو میخوام به عنوان دستگاه اولشون تو پروژه های سنگین استفاده کنن. این گزینه مناسبیه برای پروژه های سنگین به عنوان دستگاه یدکیتون باشه. این دستگاه برای چه پروژه های مناسبه؟ برای پروژه های نیمه سنگین و سبک که ساعت کاریشون زیر 6 ساعته. ابزارینو ارائه دهنده انواع ویبراتورهای بتونه. برای مشاوره خرید با کارشناسای ابزارینو در ارتباط باشین.